خب پلاگینی که امروز قرار من اضافه بکنم پلاگین وب اپلیکیشن ساز هستش. پلاگین وب اپلیکیشن ساز و خیلی از سایت هایی مثل دیجیکالا، دیوار و غیره ازش استفاده میکنن و من از قبل اومدم براتون فروشگاه اینترنتی دیجیکالا رو باز کردم که بتونم این پلاگین رو در واقع اونجا هم بهتون نشون بدم. اگه اینجا دقت کنید نوشته نسخه وب اپلیکیشن ساز. وقتی من روش میزنم نسخه وب اپلیکیشن عضو بخوام، این اسکرین داره که وقتی شما اضافه میکنید به صفحتون کاملا فضا شبیه فضای یک اپلیکیشن هستش و هیچ فرقی نمیکنه. خب دوباره وارد فضای وردپرس هم میشم. حالا میخوام افزونم رو اضافه کنم. افزونه‌ای که قرار من اضافه بکنم افزونه PWA که یک نوع افزونه وب اپلیکیشن سازه که ما خودمون نوشتیم، از جای برداشته نشده و منحصرا برای خودمونه. PWA هم در واقع مخفف کلمه Progressive Web Application یا همون وب اپلیکیشن پیشروه. خب در این قسمت من میام قسمت تنظیم‌ها، شما می‌بینید توی این ستون ما PWA رو نداریم. ولی بعد از اضافه کردن این افزونه باید PWA تو این ستون قرار بگیره. میام قسمت افزونه‌ها، افزودن افزونه تازه رو روش کلیک میکنم و منتظر میمونم یه صفحه‌ای برام بیاد که قسمت بالاش نوشته بارگذاری افزونه که من روی بارگذاری افزونه کلیک میکنم و افزونه مورد نظرم رو انتخاب میکنم. حالا فایل افزونه رو میخوام انتخاب بکنم. میام گزینه چوز فایل رو میزنم و PWA بیلدر فایل زیپش رو اوپن میکنم. حالا میخوام نصبش بکنم. روی گزینه نصب کلیک میکنم، منتظر میمونم تا افزونه من روی فضای وردپرسم نصب بشه. خب نصب با موفقیت انجام میخوام افزونم رو روی این فضا فعال بکنم. روی فعال کردن افزونه کلیک میکنم و فکر میکنم که افزونه برای من الان باید فعال شده باشه. بله، اگه بیام قسمت پایین میبینین که PWA بیلدر هست که الان غیر فعال کردن و اگه بزنم دوباره غیر فعال میشه. یعنی این حالت یعنی برای من فعاله. وارد قسمت تنظیمات بشم PWA هستش، یعنی که این افزونه الان روی وردپرس هم نصب شده. اگه من بخوام روش کلیک بکنم با توجه به نیاز شخصی خودم میتونم شخصی سازیش بکنم. میتونم بک‌گراندش رو هر رنگی که دلم بخواد تغییر بدم و یا مثلا تم رنگیش رو عوض بکنم و تغییراتش رو ذخیره بکنم که در جلسات آینده بیشتر به این میپردازیم که چجوری بخوایم مثلا تغییرش بدیم، تنظیماتش نصبش بشه صورته و کلا شخصی سازی بکنیم بر اساس خواسته خودمون. ممنون که در این قسمت با ما همراه بودید. امیدوارم در جلسات بعد بتونیم مطالب بیشتری رو بهتون آموزش بدیم.